خب ضایعات بار بادوم زمینی رو می‌بینیم که از بادوم زمینی جدا شده توسط دستگاه سورتینگ سورت مستر. همینطور که می‌بینیم با کیفیت بسیار قابل قبولی بدون ضایعات داره بار رو سورت میکنه. و دستگاه دیگه ای رو می‌بینیم توی یه کارخونه دیگه که توی این کارخونه بادوم زمینی با پوست رو داره از ضایعاتش جدا میکنه و کیفیت بسیار قابل قبولی داره. همینطور که می‌بینیم الان بادوم زمینی‌هایی که به صورت سالم در اومدن هیچ ضایعاتی داخلشون نیست و در ادامه بار ضایعات رو می‌بینیم که بار سالم توشون نیست.